سلام علیکم و رحمت الله. علیکم صدای السلام و شریفه. رحمت الله. الحمدلله. بفرمایید خانم. استاد سوالی من همین بود که وقتی که یگان چی ای دنیا میبینیم من مثلا گفت اختفام که تلفن میبینیم من ایاد ما نمیره مثلا به قریبی نه که مثلا یک حدیث گوش کنیم یا امر معروف گوش کنیم از ایادی ما گم میشه مثلا اومد شاید شیطان مقصد ما رو وسوسه من هم خیلی میشه و یگان ذکر مقصد ما میتونیم یعنی هست بکنیم که میده حافظه ما مقصد چی شود. همون خواهر، همون چیزی که شما از فراموش کردنش میترسید بنویسید به یگان جا. علم الانسان بالقلم. الله انسان رو چی میگوید؟ ما شما رو با واسطه قلم آموزاندیم. هر چیزی که شما می نویسید، عبدالله ابن مسعود بودن خطا نکنم میگویند علم را با قلم در ذهن های خود ثبت کنید. هر امر معروفی که گوش میکنید که میترسید که فراموش میشود یا حدیث، زود یک دفتری خاطره داشته باشید، خاطره مثل خاطره که به آن می نویسید، بعد در یادتان میماند. اما اینکه چرا بعضی ویدیوها یا نوارهایی که میبینیم یا یک گپ‌های بیهوده در ذهنمون، البته که از طرف شیطان است، البته که از طرف شیطان است، از طرف نفس است. برای همین تماما به این چیزها حرکت کنید، نزدیکی نکنید. ذهنتون رو هم مشغول میکند. در حقیقت سببی کند شدن ذهن میشود هر نواری که بی معنا هست، هر گپ‌هایی که بی معنا هست، هر حتی که یعنی بعضی چیزها هست که گناه نیست اما گمان میکنید که فایده دارد، بعداً میبینید که هیچ فایده ندارد. یعنی از این چیزها تا میتوانید دور شوید و چیزهایی که یک شنیدید ای خدا همین از یادم اله نبراید گفته در یک جا نوشته مانید، با نوشتن در ذهنتان میماند.